شب رو خونه برادرم موندم. صبح که رفت سر کار، زنداداشم بدون لباس اومد توی تختم. حالش اصلا خوش نبود. از جام پریدم. هیچی تنش نبود. لخت مادرزاد. میگفت دلم میخواده. رادیو راز تنها یک راهویست و برای حفظ حریم شخصی افراد اسامی و نام مکانها تغییر کردن. سارا زنداداشم بود. هیچ وقت حرکاتش، صحبتاش عادی نبودن. همیشه نگاهش یه شهوت خاصی داشت. من که میگم یه بیمار جنسی بود که نیاز به درمان داشت. همیشه وقتی باهاش حرف میزدم جوری رفتار میکرد که نمیدونستم باید چیکار کنم. روزی که داداشم و سارا ازدواج کردن رو قشنگ یادمه. یه شهر مخالف بودن. آخه سارا دختری از محله‌های پایین شهر. ازدواج اولش هم به نتیجه نرسیده بود. با پول مهریه‌ای که از شوهر اولش گرفته بود حسابی خرج سر و پاش کرده بود. هر کی میدیدش فکر می‌کرد بچه ناف بالا شهره. با مابقی مهریه‌اش هم یه ماشی انداخته بود زیر پاشو. کارش گشتن دنبال پسرای مایه‌دار بالا شهر بود. از این طرف ماجرا داداش احمق من بود. روی خوبی داره. کارش تعمیرات آسانسوره. یه روز که تو تجریش داشت دنبال کاراش میرفت، گویا سارا رو دیده بود و حسابی عاشقش شده بود. وقتی داداشم علی با مام بابا مطرح کرد موضوع ازدواجو، مام بابا نمیدونستن سارا یه بار ازدواج کرده. فقط با دیدن سارا و شرایط زندگیش باش مخالفت میکردن و همش به من میگفتن بابا جون تو که داداشش یه کاری بکن، باش حرفی بزن، جداشون کن. هرچی بهشون میگفتم فایده ای نداشت. من با داداش حرف زدم، اصلا به خرجش نمیرفت. داداشم از وقتی باش آشنا شد مجبور بود سه شیفت کار کنه تا بتونه خواسته های خانومو برآورده کنه. دختره انگار طلسمش کرده بود. انگار مهره مار داشت. رامش شده بود. هر کاری براش میکرد. از خرج خورد و خوراک و پول لباس و هزینه باشگاه و بنزین ماشین بگیر تا پول تو جیبی که باید بابا جونش بهش میداد و داداشم بهش میداد. اونم تو دوران دوستی. همه میگفتن داداش داره تیغت میزنه، اما داداش احمق من میگفت نه دوستم داره، هر کاری بخوام برام انجام میده، توی رابطه برام کم نمیذاره. میدونی چند تا از پسرای بالا شهر دنبالشن، ولی اون فقط با منه. منم دوستش دارم. خب چه اشکالی داره؟ هر چقدر پول بخواد خرجش میکنم. منم که میخوام بگیرمش. پس پول چیه؟ جونمو براش میدم. اون همه دختر دور داداشم ریخته بود، اما سارا شده بود الهه زندگیمون. اصلا حرف تو کلش نمیرفت. بالاخره روز موعود فرا رسید. حرف خانواده رو زمین انداخت و بدون رضایت مامان بابا رفت خواستگاری سارا. با هم دیگه ازدواج کردن. مامان بابا اصلا باشون رفت و آمدی نداشتن. منم با اینکه دل خوشی نداشتم ولی هر از چندگاهی سری میزدم بهشون. من با داداشم خیلی صمیمی بودیم. از همون روز اول که تو خیابون به سارا شماره داده بود تو جریان همه چیز زندگیشون بودم. زمان گذشت و اصرار سارا داداشم بند و بساط زندگیشو جمع کرد و برای زندگی راهی اصفهان شد. دیگه ارتباطم باشون کمرنگ شده بود. فقط دورادور و از طریق تلفن ازشون خبر داشتم. میدیدم سارا تو اینستاگرام و تیک تاک چه عکس و فیلمایی از خودش میذاره. داداشم هم چه زندگی و چه خونه کاشونه‌ای براش تو اصفهان ساخته بود. اونو مرتب به سفرهای خارجی میبرد. یه جوری سارا زندگی میکرد و تو اینستاگرام لایف استایل از خودش نشون میداد که هر کسی نمیدونست فکر میکرد 7 جد آبادش پولدار بوده. حتی توی دوران کرونا وقتی شبا حوصله‌مون سر میرفت با رفقا تو اینستاگرام لایو میذاشتیم. علی داداشم میومد با هم دیگه حرف میزدیم. من بارها دیده بودم چقدر توی لایو با دوستامون سارا سعی میکنه صمیمی رفتار کنه و فقط خودش حرف بزنه. تو لایو داداشم رو با حرفاش خورد میکرد. یه جوری شده بود که دیگه علی رو آدم حساب نمیکرد. میگفت قدت کوتاهه، اونو مسخره میکرد. میگفت چاقی، زشتی.
اما علی به خاطرش همه کار میکرد. تو 2 سال کرونا از نزدیک ندیدمشون، اما حسابی از رفتاراش تو لایف با داداشم شاکی میشدم که ای بابا داداش تو واسه خودت کسی بودی، چرا میذاری اینقدر خوردت کنه، اونم جلو همه. تو لایف قشنگ میگفت میشه تو حرف نزنی، تو که چیزی نمیدونی، بذار ما هم با بچه ها حرف بزنم. بچه ها این نمیدونه با من حرف بزنی، این اسکله. داداش بدبخت منم موش میشد یه جا میشنست. گاهی اوقات از لایو میرفت بیرون و فقط سارا تو لایو میمون با بقیه رفقا. حتی راحت میشد بفهمی که تمام کارهای خونه رو داداش هم داره انجام میده و اون خانم فقط مثل ملکه ها داره زندگی میکنه. داداشم مدتها بعد که یه مقدار پیک کرونا کم شد و منم حسابی دلتنگش شده بودم، تلفنی بهم گفت که برم اصفهان دیدنش، که هم به اون یه سری زده باشم و هم یه آب و هوایی عوض کرده باشم. به اصرارش قبول کردم. قرار شد هتل بگیرم، اما گفت داداش بهانه بذارم بری هتل، مگه میشه من اینجا باشم و تو بری هتل؟ دوست دخترتم با خودت بیار، 4 تا اینجا با هم خوش بگذرونیم. نمیخواستم مزاحمشون بشم، اما بالاخره راضی شدم. دوست دخترم دقیقه 90 مریض شد و فکر میکرد کرونا گرفته. واسه همین تنهایی راهی اصفهان شدم. تا آخر داستان همراهمون باشین که اتفاقای عجیبی میفته و برای شنیدن داستانهای بیشتر این ویدیو رو لایک کنین و کانالمون رو سابسکرایب کنین. به محض ورود سارا خیلی گرم رفتار کرد. حسابی به همون خوش گذشت. مست میکردیم، میرفتیم بیرون، حسابی میچرخیدیم تا دیر وقت خوش میگذروندیم. اگرم داداش کار داشت سارا منو همراهی میکرد و منو به جاهایی میبرد که بلد نبودم. خلاصه حسابی ترکوندیم. تقریبا یه هفته از این که خونشون بودم میگذشت. شنبه صبح بود. شبش حسابی زیاده روی کرده بودیم. داداش صبح زود رفته بود بانک و کار داشت. منم خواب بودم. اصلا خبر نداشتم که داداش خونه نیست. توی اتاق مهمون توی خواب بودم که یه لحظه گرمایی رو پشت احساس کردم. همین که برگشتم دیدم سارا بدون لباس توی تخت منه. باورم نمیشد، مثل برق گرفته ها از جام پریدم. نمیتونستم نگاهش کنم. درست بدن توپر و سفیدی داشت و واقعا زیبا بود، اما زن داداشم بود. میگفت چی شده، مگه جن دیدی؟ مگه کاری باد دارم؟ بیا با هم خوش بگذرونیم، من از تو خوشم میاد. داداشت نیازم رو برطرف نمیکنه. از روز اولم از تو خوشم میومد، اما داداشت خیلی احمق و ساده است، مثل مردا نیست. ولی تو یه جور دیگه ای. تو رو خدا بیا منو آروم کن، بیا یکم با هم باش، بذار خوش بگذرونیم. دستشو آروم بالا آورد و به سمت مردونگیم دراز کرد. خودمو عقب کشیدم، ولی اون مثل کنه بدون لباس هی سعی میکرد به بدن من بچسبه. نمیدونستم باید چیکار کنم. تمام وجودم و وحشت گرفته بود که نکنه داداش سر برسه. اون وقت من چی باید جوابشو بدم؟ چه غلطی باید بکنم؟ اما سارا قاه قاه میخندید که برو بابا، داداشت حالا نمیاد. اگرم بیاد اونقدر کور و کر عشق من هست که نفهمه. از این حرفش بعد جوش آوردم. به زور خودم رو از دستاش رها کردم و از اتاق پرتش کردم بیرون. در اتاق بستم. به در تکیه داده بودم که مبادا بیاد تو. هاج و واج به این ور اون ور نگاه میکردم. از وقاحت اون زن شوکه بودم. نفسم در نمی اومد. اما از پشت درم ولکن نبود. سعی میکرد با حرفاش منو تحریک کنه. گفت باشه، تو با من نباش میرم با یکی دیگه. پس بهتره با برادر شوهرم باشم تا با یه غریبه. خدایا چقدر این زن وقیحه، چقدر بیشرمه. بودو وسایلم رو جمع کردم و از ترس رنگم شده بود مثل میت. مضطرب و عصبی بودم، بیشتر از همه دست خودم. بدون توجه بهش فقط از خونشون در اومدم و به التماسای سارا که کماکان میگفت بمونم و باهاش باشم توجهی نکردم. وسط را به علی داداشم زنگ زدم که الکی بار مغازه تو گمرک برگشت خورده و باید سریع برگردم تهران و با اولین اتوبوس خودم رو به تهران رسوندم. چند ماهی سعی کردم ازشون خبر نگیرم. روم نمیشد تو چشای داداش نگاه کنم. هر موقع یاد اون موضوع میافتادم از علی خجالت میکشیدم.
از اینکه من مهمون خونهشون بودم و اون خبر نداشت چه اتفاقی داشته میافتاده. دقیقاً 4 ماه بعد از اون ماجرا بود که فهمیدم سارا برگشته تهران و به داداشم خیانت کرده. الانم پر رو درخواست طلاق میده. به علی میگه دیگه نمیخوام باهات باشم، ازت بدم میاد. داداش بیچاره منم میگفت دیگه نمیدونم باید چیکار میکردم تا این زن آدم باشه و بچسبه به زندگیش. وقتی خبر جدایی اونا داشت پخش میشد، همون موقع بود که فهمیدم سارا به بقیه رفیقامونم رحم نکرده، حتی به اونایی که زن و بچه داشتن. به دوستای داداشم هر کسی که رفته بود اصفهان بهش پیشنهاد داده بود، حتی با اونایی که با زناشون دوست بود و باهاشون رفت و آمد میکرد. تصمیم گرفتیم با یکی از بچه‌ها به سارا زنگ بزنیم و اونو تهدید کنیم. بهش بگیم میریم شکایت میکنیم و همه چیز رو به داداش میگیم. کلی هم شاهد داریم. میریم و آبروتو میبریم که بهمون گیر دادی. پس خودت برو مثل آدم مهریتو ببخش و از علی جدا شو. دلم به حال داداش خیلی میسوخت، اما علی اونقدر مرد بود که نصف مهریه‌شو داد و ازش جدا شد. تا مدت‌ها بعد به من پیام میداد که حالا دیگه زن داداشت نیستم، با خیال راحت میتونی بیای پیشم. میدونم دوستم داری، اینم آدرسم. باورم نمیشد این زن اینقدر متوهم و اینقدر بیمار بود که فکر میکرد همه عاشق و شیفته اونن. اون زن نمیتونست شهوتش رو کنترل کنه، باید درمان. اگر دوست دارین داستان زندگی شما هم از رادیو راز پخش بشه، میتونین به کانال ما تو تلگرام سر بزنین و به صورت کاملا ناشناس تجربه زندگی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارین.